محفل که به مناسبت سفر وزیر فواد عامه کشور انجینیر نجیب الله اوژن به شهر چخچران دایر گردیده بود، ابتدا سید انور رحمتی والی غور ضمن خوشامدید به مهمانان گفت یکی از نیازمندی‌های مبرم مردم غور راه مواصلاتی و سرک اسفالت شده می باشد که متاسفانه تا اکنون در هیچ نقطه‌ای از ولایت غور مردم به این آرزویشان نرسیدند. وی ضمن قدردانی و تشکری از وزیر فواد عامه کشور و کشور دوست ژاپن که تمویل کننده سرک داخل شهر چخچران به طول 11 کیلومتر می باشد گفت امید است که تا وزارت فواد عامه کشور تمرکز بیشتر برای اعمار جاده ها در غور داشته باشد. الحاج فضل قیسان رئیس شورای ولایتی غور و محمد حسن حکیمی مسئول جامعه مدنی ضمن خوشبینی از کار حکومت مرکزی در طی 11 سال گذشته در این ولایت از وزیر فواد عامه کشور خواستند تا کار قرضی سرک مرکزی که قسمت آن از غور می‌گذرد و آرزوی دیرینه این مردم میباشد در اولویت کار خود قرار دهند. وزیر فواد عامه کشور انجینیر نجیب الله اوژن ضمن قدردانی از پذیرایی گرم مردم غور گفت در سال جاری سرک گردن دیوال که جزئی از سرک مرکزی می باشد 60 کیلومتر آن به داوطلبی سپرده شده است و قرار است در سال آینده 12 پروژه راهسازی در غور از سوی این وزارت به مرحله داوطلبی سپرده شود. بعدا انجینیر نجیب الله اوژن وزیر فواد عامه کشور، سید انور رحمتی والی ولایت غور، سناتور محمد داود غفاری وکیل مردم در پارلمان، الحاج فضل قیسان رئیس شورای ولایتی، کمال الدین مودودی رئیس شورای صلح، سمنوال محمود اندرابی قماندان کندک نظم عامه با قطع نوار سرک مواصلاتی داخل شهر چخچران که به هزینه 8 میلیون دلار آمریکایی به طول 11 کیلومتر از سوی کشور ژاپن تمویل شده است، افتتاح و عملاً به بهره برداری سپرده شد.